سلام، عباسی هستم. در ادامه روش‌های کاهش استرس باید بگیم که فعالیت‌های بدنی خود رو افزایش دهید، پیاده روی کنید، دوچرخه سواری کنید، خونه رو تمیز کنید و تمرینات قدرتی انجام بدید و کارهای از این قبیل. مورد بعدی مدیتیشن هستش که باعث کاهش افکار منفی، آرام کردن ذهن و تعادل در بدن شما خواهد شد. شما میتونید این تصویرسازی های هدایت شده رو در هر مکان و زمانی که هستید انجام بدید. از دیگر راهکارهای کاهش استرس توجه به مصرف مواد غذایی و مکمل ها هست. موادی حاوی ویتامین C مانند پرتقال و گریپ فروت و از این قبیل و همچنین ماده هایی مثل امگا 3 که در ماهی‌های چرب و ماهی سالمون و همچنین مکمل‌هایی مثل منیزیم باعث کاهش استرس در بدن خواهند شد. یک سری از روش‌های دیگه شامل مثبت فکر کردن، خوب خوابیدن و خندیدن هستش. خندیدن همونطور که میدونید مغز شما یک حالتی داره که اگر شما الکی هم بخندید مغز فکر میکنه که احساس لذت و شادی ناشی از خنده واقعیه و نتیجهشو در کاهش استرس خواهید دید. از راهکارهای دیگه اینه که در طبیعت وقت بگذرونید، باغبانی کنید، گل پرورش بدید و بیشتر به خودتون برسین. یکی از موارد خیلی با اهمیت اینه که در لحظه زندگی کنید و از اهمال کاری بپرهیزید. موسیقی گوش بدین، بنویسین، با یک تراپیست صحبت کنین و از این قبیل کارها. کاهش استرس صرفاً تکیه بر یک روش خاص نداره، بلکه یک ترکیب هوشمندانه و از تنظیم برنامه‌های مختلف غذایی، فعالیت‌های بدنی، تغذیه و تکنیک‌های آرامبخشی و بهبود روابط اجتماعی هستش و در هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوته و صبر، حوصله و نظم و پیگیری مداوم رو خواهد داشت. خیلی ممنون، متشکرم.